تو دور اول اسکین مانتاری لژندو بگیر. آقا خیلی مخلصم. یه نفر برای من یه ویدیو فرستاده نوشته اسکین مانتاری لژندو با این باگ تو دور اول گرفته. خواستم این باگ رو به بقیه هم به اشتراک بذارید تا همه اسکین رو بگیرن. باگش به این صورته که شما از روی FJ میای روی کریگ 6، یعنی گان کریگ 6، و بعد میری روی گان لجند. 12 بار از گان لجند میری رو اسکین. دور 12 هم میزنی رو دنز. بعد از رو دنز دوباره میای روی اسکین لجند و میزنی گردونه میچرخه و نتیجهش میشه این. داداش فکر نکنم چه باگ سختی. ببینیم حالا میفتی یا نه. پشمو باگی بود، مغزم سود کشید. منو باش که این گردونه رو فول زد. باگا رو از کجا میارید آقا؟ حتما این باگو بزنید، زیر این پست کامنت بذارید و بگید که این اسکین رو گرفتید. یعنی میخوام همتون این اسکین رو بگیرید. ظاهرا 2-3 نفر دیگه هم این اسکین رو گرفتن، نوشته که رفیقام گرفتن. بترکونید. خیلی مخلصم. مرتضی هستم.